مجید چینگ چانگ چونگه تسلا یا جمون که هیچ کدوم این که سبزواره داره سر بدارم. نگاه مو به تنت نشستی زدیم به قلب تاریخ. البته باید ببخشی. میشه بگی چه بخشی؟ حمله مغول به ایران. فهمیدم. چنگیز خان همون که ایرانو کرده ویران. احسن. آتیش زدن و کشتن، جایی سالم نذاشتن، وحشی بودن تمام قد، همه چی رو بردن راحت. دشمن خیلی بیرحمه، وحشیه و نفهمه، ولی اگه بترسی این خیلی خوب میفهمه. خیلی شیر میشه بعد باهات درگیر میشه. اجازه بده من باهات حرف دارم، به این حرفات نقد دارم. چی نقدی؟ بابا هر چیزی راهی داره. چه راهی؟ مذاکره با مغول. چه عیبی داره؟ اگه اینا مذاکره میکردن، این چیزی قید میکردن، خطر جنگ رفع میشد، حمله مغول هم دفع میشد. ای خوش خیال ساده، ای مرد بی اراده. اتفاقا مذاکره هم داشتن، توافق هم نوشتن، ولی همچی که اینا تسلیم شدن همگیشونو کشتن. کجا؟ تو نیشابور عطار یه عده سازشکار با این مغول مکار صلح و مذاکره رو دادن تو دستور کار. خلاصه این شد قرار اینا یه باجی بدن اونام نکنن کشتا. احسن، یعنی دروازه‌های شهر رو باز کردن بدون کشتا. بله، دروا شد و یه جوجه در جا اومد تو کوه. آقا جدی باش. در وا کردن حاکما، به دشمن گفتن بفرما. اما این مغول وحشی زد به زیر همه چی. دید اینا تسلیم شدن، اونا بیشتر شیر شدن. ازم همو دم در همه رو کردن پرپر. 13,000 نفر کشی چنگیز نامرد کافر. فهمیدی؟ البته مردم نیشابور تا پای جون مقاومت کردن. این حاکما بودن که خیانت کردن. 13,000 نفر کشتن؟ بله، اصلا دشمن ذاتش همیه. دلسوز ما که نیه. الانم قصه همیه. بهانه غنیسازیه. خب جمعش میکنیم. بعد برد موشکیه. کمش میکنیم. بعد چادر و روسریه. اونم حذفش میکنیم. بعد هم جنس بازیه. که چی بشه؟ همه چی باید غربی بشه. یعنی رابطه مرد با مرد، زن با زن، زن و مرد و محرم و نامحرم و همونجور شلب بشینم عادی بشه. و اگه عادی نشه؟ هیچ، همین رو بهانه میکنن، ایران ویرانه میکنن، تجزیه و بیچاره میکنن. خب مخلص کلام؟ حرفم تمام. مگم اگه از تاریخ درست عبرت نگیری تو خانه خودت زیر چکمه دشمن میمیری. تمام.